اگر نمیشد فیلم ها رو با سرعت 2 برابر دید، حتما نمیتونستم سریال سووشون رو تماشا کنم، به خصوص با اون نحوه فیلمبرداری تهوع آورش. بریم که ابعاد مختلف این سریال رو با هم بررسی کنیم. این سریال در ارائه داستان خودش به صورت تصویری کاملا ناتوانه و به همین دلیله که ما روایت ها رو در قالب درونیات شخصیت اصلی و در قالب دیالوگ از دهان این شخصیت میشنویم. همان از وقتی که امضای شخصی یک کارگردان یک ایراد فنی باشه. کادربندی و میزانسن یکی از اصول اساسی هر فیلمیه، اما ما در اینجا اساساً هیچ گونه کادربندی و هیچ گونه میزانسنی نمیبینیم، چرا که دوربین کاملا میشه گفت روی دست فیلمبردار در حال حرکته و به هر طرف که بخواد میتونه حرکت کنه و فیلمبرداری خودش رو انجام بده، در حالی که ما در فیلمبرداری در واقع روی دست باید بسیار دقیق و بسیار میلیمتری بتونیم این صحنه ها رو به وسیله دوربین ضبط کنیم. ما فکر میکنیم که دوربین روی دست یعنی اینکه میزانسنی لازم نیست بچینیم، در حالی که دقیقاً برعکس اینه. ما زمانی که دوربین رو روی دست میگیریم باید میزانسن های بسیار دقیق تری داشته باشیم تا زمانی که دوربین روی پای است و این ایراد اساسی کارهای خانم نرگس آبیاره. این ایراد رو خانم نرگس آبیار در آثار قبلی خودشون به خصوص فیلم ابلق هم داشتن، اما به نظرم در این سریال در واقع نمود بیشتری داره. در همون قسمت اول سریال تقریبا هیچ گونه تعلیقی وجود نداره که مخاطب ترغیب بشه قسمت‌های بعدی سریال رو هم تماشا کنه. گاهن در حین تماشای سریال لزوم کات زدن از نماهای لانگ شات به نماهای مدیوم یا به نماهای کلوزآپ کاملا دیده میشه، اما به واسطه این نحوه فیلمبرداری اساساً این امکان از کارگردان گرفته شده. چرا ما باید با یک فیلمبرداری غلط مخاطب رو به جای درک یک حس بسیار خوب از تماشای یک فیلم به سمت احساس حالت تهوع سوق بدیم؟ این سریال با این نحوه روایت ناتوان در ارائه معنا هم هست، در حالی که ما وقتی اثری رو از یک کتابی که کاملا معنامنده اقتباس میکنیم باید به انتقال معنا هم پایبند باشیم. اگر بخوام فرم در این سریال رو در قالب یک صحنه خودش توصیف کنم، باید شما رو ارجاع بدم به صحنه‌ای که اون فرد خارجی مست کرده و یکی از شخصیت‌های سریال زیر بغل اون رو گرفته و همه در حال حرکت هستن، که این صحنه اساساً نه محتوایی داره، نه فرم بصری درستی داره و نه گرهی به داستان و به درام فیلم اضافه میکنه. این سکانس خلاصه ناتوانی خود اثر و ناتوانی کارگردان اون در ارائه یک محتوای خوب برای مخاطبه. اگر به این دست نقد و بررسی ها علاقه‌مندید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید.